در 11 شهر روسیه که امسال میزبانی جام جهانی فوتبال 2018 خواهند بود، از حال و از جلب مهاجران تاجیک به کار خودداری میکنند. جام جهانی فوتبال از 25 می تا 25 ایول امسال در شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، کالینینگراد، نیژنی نوگورود، قازان، سمارا، سارانسک، والگاگراد، روستوو لبیدون، سوچی و یکاترینبورگ برگزار خواهد شد. بعضی از مهاجران تاجیک میگویند برای دریافت اجازه کار و ثبت نام در این شهرهای روسیه دچار مشکل شدند. کارفرمایان و مقامات حل این مسئله را پس از انجام جام جهانی فوتبال وعده کردند. تمنا میرزایی و ساکنی 33 ساله تاجیکستان 2 هفته قبل برای کار به شهر یکاترینبورگ روسیه رفت. یکاترینبورگ از جمله 11 شهر میزبانی بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه است. تمنا میگوید کارفرما برایش فهمانده است که تا انجام بازی‌های فوتبال امکانی به کار گرفتن او را ندارد. باز من نبودم به اومدم روستیگه ما کمپانیو odamı da takmid namekna barı kişisaf isyo kesan deport kesan misal بسیار odamı تو سرکار کار میکنن سموشونا نمیتن در اوزی یعنی فقط توزا کردن و دل چند قپس نمو آگوستا باز نمیسال کوی میتنه odamı میوین بعد مو misal هم کمپانیو بعد تکمیل میکن کار میگیرن. این دختر تاجیک میگوید حالا مجبور است دوباره به تاجیکستان برگردد و یا تا انجام بازی‌ها از خانه اجاره‌اش بیرون نبراید. تمنا تصمیم گرفته است که جمعیت تاجیکان در یکاترینبورگ با آن موافق نیست. جمعیت تاجیکان در یکاترینبورگ به مهاجران توصیه داده است که به سند درست به جای کاری دقیق به این شهر سفر نکنند. در صورت حضور در این شهر نیز اگر حجت‌هایشان درست نباشد، جمعیت توصیه می‌دهد شهر را ترک کنند. فاروق میرزایف رهبر جمعیت تاجیکان در شهر یکاترینبورگ روز 5 اپریل بر رادیو آزادی گفت شهرداری در یک جلسه اعلام کرد به مهاجرانی که سندهایشان درست نیست امکان و مهلت ترک شهر را میدهند. این مهلت تا میانه‌های ماه می دوام میکند. از همین سبب ما گفتیم که کوشش کنیم که با تاجیکستان هم از تاجیکستان هم وقتی روسیه میگویتم اگر کم ترک حجت نقص داشته باشند یا که حجت نو گرفته باشند و مدتی در وقت جام جهان گذراندن مدتی با قیدگیری یعنی پروپیسکا رجیستراسیا با یک روز کم کرده میشد. یعنی در مدت یک روز باید که این شهروندان با قید در آورن خودشون. اگر که در این مدت با قید نبیارن خودشون یعنی که اینها را مجبور کنن که از حدود روسیه بیرون کنن و اون پدر و مادر و اون خشت بروی که در اونجا هستن مجبور میشن که از یکی نان دهنده هاشون محروم شوند. مهاجرانی که در 11 شهر روسیه کار و زندگی میکنند میگویند حالا با عادی ترین بهانه مهاجر را اخراج میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند هدف مقامات روسیه را درک میکنند که به خاطر تأمین امنیت تدبیرهای جدی میاندیشند. از این رو به گفته ابراهیم احمدی سخنگوی نماینده وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان مهاجران باید از احتیاط کار بگیرند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان رسما از شهروندان کشور خواسته است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قیدگذاری خود را از قبل طرح ریزی نمایند. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی بر روسیه می روند. حامیان حقوق مهاجران می گویند قبل از بازی‌های جام جهانی فوتبال شرایط کار و زندگی مهاجران مشکل تر شده است.